مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابقه یادتونه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین ممبر تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. یکی دو ساعتی هستش چند تا جمله جنجالی از امیر تتاری در فضای مجازی منتشر شده و حسابی جنجال به پا کرده. کلی آدم تو استوریا نوشته بودن که فوش داد و این صحبت ها. الان در حال حاضر که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، حالا میتونم بذارمش همین بغل تصویر، یه دونه روم زده توی کلاب هاوس، یه ذره میتونم بزرگش کنم، تیتر رومه رو هم میبینید. بریم بشنویم که چی میگه. منم سعی میکنم که با اکانت هم بیام بالا و صحبتاشو بشنوم که در خصوص این اتفاقات چه توضیحاتی میده. به صورت لایو همه با هم بریم روی تازه خواهی کردن جدی بیان سیاسی باشن. میدونی تازه اینم باز ما بهشون کمک کرد. خب منم الان میرم توی روم ببینم که داستان از چه قرار است. مادر جنده من چرا دختر منو میکشی؟ کیر تو کس ننت. کسی که دخترش مرده که نباید بیاد بگه زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی. کسی که دخترش مرده زنگ میزنه میگه مادر جنده دختر منو کشتی سر چی؟ کیر تو کس مادرت. با اسلحه میره بالا سر یارو. ولی کسی که دخترش کشته که نمیاد بگه اوی نمیدونم تو داتی نمیشه نمیدونم هدف نمیشه مشت برد. یعنی چی؟ این برای خب من دستم آدمی نیست که که خواهرش برم مرده. بالا ببینم چی میگه. میدونی چی میگم؟ امیر داداش امینم اومد بیارش بالا. آره آوردم. امین جان سلام داشت. سلام به شما. منم سلام که امین حالتون خوب باشه و اوضاع احوالتون خوب باشه. در خدمتیم. شبتون بخیر. صدا من میاد؟ چطوری امین؟ خوبی؟ قربون شما. عبر جان خوبی؟ سلامتی ناصر جان، فرخ جان، تینا خانم. چاکرتی. امین یه اسمسی به من دادی من نتونستم داشت بخونمش تو کلاب هاوس. چی بود قصهش؟ آره ببین، حالا اولی نکته بگم که ماشاءالله این روزا حسابی جنجال به پا کردین. ماجرای این فوش دادن چی بود؟ خیلی به من میگفتن همین تو اینقدر داری نمیدونم از تتلو حمایت میکنی فلان میکنی، بیا ببین به همه مردم ایران فوش داد و فلان کرد و بیسان کرد و اینا. واسه ببینم که اولی داستان این فوشه چی بود، بعد اون متن رو هم حتما میخونم جلوتر برای مردم که داستان از چه قرار بود. آقا این داستان این فوش دادن چی بوده سلطان؟ داستان این بود که من و علی سلام نشستیم حساب کتاب کردیم دیدیم که بگاه رفتیم. خب واقعا بگاه رفتیم جوری که من اومدم به جین و ماریا گفتم حقوق ایمایتون رو یکم عقب‌تر میدم 20 میدم که یوتیوب به ما پول داد. درست. به صفر رسیدیم همه چیمون رو ریختیم توی این کنسرت و کنسرت کنسل شد. یعنی ما فقط همه چیز هم مستند رو یوتیوبه. ما فقط نزدیک 8000 یورو پول 2 تا دونه سازمون شد که یکیش از انگلیس گندم خانوم اومد. میتونید بپرسید قیمتش چند بود و تا اینجا اضافه کار رو با اون یک نفری که بلیت بگیره از انگلیس بیاره اینو دوباره بلیت بگیره برگرده چند شد. یه دونه هم ساکسیفون گرفتیم که از این ساکسیفون گنداز تا حالا تو هیچ ارکستری نبوده. 4000 یورو. این دوتا فقط 8000 یورو. 7000 یورو فقط کفشای من شد. این شد 15000 یورو. داداش 15000 یورو 3 قلم جنس. درسته. حتی خب من در جریان بیشتر هزینه ها هستم. اولا باید به مصاحبه کرده بودم. اصلا نداریم که ما فقط هزینه. خلاصه به کیر گاو خوردیم داداش. روک بهت بگم به طرز عجیبی مادرمون سرویس شد. یعنی جوری که نشستیم گفتیم آقا چیکار کنیم الان خرج بچه ها رو چجوری بدیم. اومدیم گفتیم آقا بیایم به طرفدارا بگیم لااقل 1000 تاشون که پول دارن. اونایی که پول ندارن که پول ندارن. داشت سر $30 مادر منو خایده رو ایستاده مادر جنده پول منو پس بده خارکسته. $30 بلیت $30 خریده. درسته.
سر $30 یارو مادر منو گاییده. خب یه همچین آدمی یعنی $30 براش مهمه دیگه، یعنی خیلی فرقیده. خب که علی هم گفتم پول اینا را بهشون همه رو برگردون دیگه، چون کسی که میاد سر $30 دعوانا میندازه یعنی که خیلی فقیره و اصلا پول گرفتن از دست این آدمی که انقدر $30 براش مهمه داشت روا نیست. آخه توی کامیونیتیات گفته بودی که نه پولتون رو پس نمیدم. آره این نمیدونم راست بوده یا نه. داشت مگه اصلا پول دست منه که پس بدم یا ندم؟ من تو کامیونیتی ها نوشتم که اعتراض زده شده. اولا که من اجرا کردم، کنسرت گذاشتم، 20 نفرم اومدن خوندن، همین الان صدام گرفته. یعنی چی؟ یعنی من و تیمم در استانبول حاضر بودیم و این قصور از ما نبوده. امنیت ترکیه اومده کنسل کرده، کنسرت گذار باید با امنیت ترکیه بیان پول مردم پس بدن. اگه من پولی گرفتم که بیام پس بدم، درسته. داداش پول چی رو من باید پس بدم؟ کی اومده من بلیط خریده؟ طبیعتا مسئولیت هم با برنامه گذاره دیگه. طبیعتا برنامه گذاره. آقای صلاحپور اومدن بلیط خریدن، بلیط فروختن و همون دوتا شماره و آقای صلاحپور باید الان بلیط ها رو به مردم پس بدن. حالا این دوتا شماره آقای صلاحپور و این دوتا شماره کارمنداش بنده خدا داشت خرج شده. این یعنی یارو اومده یک 2000 تا پوستر چاپ کرده زده، نمیدونم 10,000 تا، نمیدونم 5,000 تا تیشرت داده چاپ کردن، 20 تا تیشرت فقط برای نوازنده ها زده، چه میدونم سالن رو گرفته، چه میدونم پول نور بیانه است چیه اونا پول رو داده. 2 ماه بالاخره اینجا ما مهمون داشتیم خرج کرده. خب اینا رو از کجا آورده خرج کرده؟ از همون پول بلیط خرج کرده دیگه. درسته. حالا کاری نداریم، اونم بنده خدا برگشته 10 بار آقا کمی صبر کنید ما این پول بلیطشون رو بهتون پس میدیم. نگفته نمیدم، گفته کمی صبر کنید. چرا؟ چون اینا اومدن از دولت اعتراض زدن، گفتن آقا چرا تو اومدی کنسرت ما رو 2 روز قبل کنسل کردی؟ یه سری مردم بلیط میخوان، حالا باید ما به اینا رو بلیط خریدن، اینا رو ما باید چیکار کنیم؟ یک باید ببینن که اینا کلا من عریشه زدن الان، یعنی کنسولگری رابطه یه کار کرده که من دیگه کلا نمیتونم توی ترکیه کنسرت بذارم. اگه اینجوری باشه که ما کلا بکارم، باید بیایم آقای صلاحپور بره ماشین زیر پاشو بفروشه، پول مردم خودش یه جوری پس بده. حالا من همینجا هم یه پرانتز باز بکنم همینجا تو کلمات شکر. قابل توجه دوستان که من خودم همین الان 3 نفر رو آماده و زنده توی آلمان میشناسم که حاضرم برای کنسرت امیر تتلو $400,000 پول نقد بدن. با خود امیرم صحبت کردم، خودش گفت نه من فعلا همچین تصمیم ندارم فعلا توی اروپا کنسرت بذارم و اصلا برام مسئله مالی مهم نیست و فقط تعداد جمعیت مهمه و با کیفیت برگزار شدن کنسرت. درسته همه جا خودت هم میتونی تایید کنی این قضیه رو که یعنی من خودم حداقل 3 نفر از سمت خودم بهش معرفی کردم که بخواد این کنسرت رو توی اروپا کردیم. این میشه 4 نفر. جان یه نفرم من بهت معرفی کردم. درسته. آره یادمه. خب یعنی میخوام به اون دسته دوستان میگم که واقعا یعنی همین الان دست به نقد حتی اون کسایی که حالا دارن صدای ما رو میشنون و برنامه گذارن توی آلمان خودشون میتونن شهادت بدن که واقعا بحث مالی هیچ وقت مطرح نبوده توی این صحبت ها. ولی خب حالا بحث این کنسرت هست که کنسل شده دیگه. حالا آخرین وضعیت هنوز بهتون نگفتن چیه؟ مالی شده دیگه. الان دیگه ما واقعا به کیر گاف خورد. اول اون سوال تو به جواب بدم که پول مردم پس خواهند داد و دارن میدن بنده خدا خودشون. درست. الان بودم 3 تا خورده بود بنده خدا، چون این فکر می‌کرد این همه زحمت که چه کم نکنید که علی سلام داشت از اینجا گیتاریسته بگیر تا دوست دختر اون یکی تا دوست دختر خود من، همه مشکل اقامتی، هر کی هر کاری داشت، هر کی هر جا بلد نبود حرف بزنه همه زنگ زدن به علی سلاپور. یعنی
چونش گذاشتن قشنگ علی سلاپور. یعنی بنده خدا باید یه 200-300 هزار تا لااقل در می آورد. والا من آخرین صحبتی که با خوش کردم میگفت نزدیک 250,000 دلار ضرر کردم. حالا مبلغ دقیقش رو نمیدونم، خودت هم همین هلوهوش فکر کنم رفتی تو خرج، درسته؟ 250,000 تا نمیشه ولی 200 تا میشه. باشه تو میدونی چرا؟ چون بهش میخوای که همه چی میخوایم بهترین باشه و اونورم گفتیم 20,000 نفر میان بلیت میگیرن درست میشه. خب بعد یهو قصه اصلا عوض شد، اعتراض شد. من گفتم آقا دیگه اصلا بلیت هم نفروشید، ما الان دیگه اعتراض میخوایم بکنیم، هرچی داریم هم میدیم ولی اعتراض مشتی میکنیم بعدش میریم ارزم به حضورت چیه استادیوم آزادی کنسرت میذاریم 50 میلیاردمون رو در بیاریم. اب نداره که بعد اونم کنسل کرد. ما موندیم و پایه باقر زواره. حالا داستان اینه که من برگشتم گفتم که مردم حالا من میخوام 1000 نفر رو بیارم، از اون 1000 نفری که پول دارن نفری $1,000 به ما بدن، $1,000,000 هم من علی سلاپور یه چیزی بذاریم جیبمون، هم ضررامون جبران بشه. آیا شما حاضر هستید این اتفاق بیفته یا نه؟ داداش یعنی بالای 60% رأی دادن به نه، یعنی حاضر نیستن 1000 نفر دیگه که پول دارن هم بیان حق منو بدن. آقا مگه میشه تو خودت حق یک نفر ندی، یارو به کسکشی بیفته تو قربت، بعد الان 1000 تا پول دارم که میخوان حق یارو بدن باز تو رأی میدی نه؟ این آدم مادر جنده هست یا نیست؟ البته باید ببینیم که چند نفر از این افرادی که حالا توی نظرسنجی شرکت کردن یا توی کامنت ها دارن نظر میدن واقعا طرفدارن. حالا بحث اون هستش که آیا طرف طرفداره یا طرفدار نماه یا سایبریه به اصطلاح بچه‌های فضای مجازی. چرا باید دلش نیاد که 1000 نفر دیگه برن به یه نفر دیگه کمک کنن؟ چرا باید دلش نیاد؟ خب به هر حال امیر جان این سیستم مفت استفاده کردن، سیستم حق کپی رایت پرداخت نکردن، سیستم این که پول ندن آهنگ‌های خواننده ها رو بخرن، خب به هر حال نهادینه شده توی مردم ایران. ما خودمون هم همینطوری بودیم دیگه، یعنی دنبال این بودیم که یه نرم افزاری رو نمیدونم یه آهنگی رو دانلود بکنیم، هیچ وقت نمیرفتیم مثلا کپی اصلش رو بخریم و حق کپی رایت رو رعایت بکنیم. این عدم رعایت حق کپی رایت رو خیلی از ما ایرانی‌ها داریم دیگه. 5000 تومان میدیم، اون موقع الان 50000 تومان شد، 50000 تومان میدیم میریم یه نرم افزار رو میخریم در صورتی که اصل همون نرم افزار هولوش 2-3 میلیون تومانه. یا مثلا بحث خود چیز یا حالا کار ما خیلی برای یکی از دلایلی که نوازنده یکی از دلایلی که تمام سازهای ما حذف شدن و ما داریم جدیدن همه سازها رو زنده میگیریم اینه که میره سمپل میدون. اینجا تو خارج یارو میخواد سمپل بخره، کیوبیس میخواد بخره، باید کلی پول پرداخت کنه. یکی از یه تنظیم کننده ایرانی ببخشید آلمانی یه بار با تنظیم کننده ما نشست، همین یارو باریش بود که حیف دیدید رفت و زد، اومد گفت افاق شد چقدر پول دارید؟ گفتم چطور؟ گفت چقدر پول این سمپلاییه که شما در بخشار این افکت هاست $1 میلیون. چطور این پول رو دادید؟ گفتم ما این پول رو ندیم، اینو کسکش ها دوست دارد. بریم موضوع بعدی، این آهنگ اعتراضی که خوندی و بالا و پایین اون دولت رو یکی کردی و خیلی استقبال کردن، من تو توییتر و فضای مختلف میدیدم. بعدش به ناگاه من دیدم امروز آهنگ رو پاک کردی، یکم اصطلاح بچهای توییتر میگفتن رفتی سمت نمیدونم آخوندهای داخل و قربون صدقه اونا رفتن و حتما پول گرفتی. این صحبتایی که ما داستانش چی بود این قضیه؟ گیرم تو دهن آخوندا. داستانش این بود که من دیدم که آقایی که با ایشون این آلبوم رو استارت زدم خیلی آدم بی‌ناموس و خیلی آدم بی‌معرفتیه و ببین
اگه تا چند وقت دیگه دوباره یه آهنگ نداد فوشو کشید به ما تو آهنگ باز برای من شدن. برای اینکه این بار اولم اون سری هم به چخ ان رفته بود اومد، من کلی کمکش کردم، دوباره آوردمش رو پا، زنده شد. همون موقع سمت رئیسی شد، حرفای رئیسی یهو پشت من خالی کرد، هیچ یه آهنگم خون توش برداشت پوستچرم به ما گفت. الان هم باز تاریخ داره تکرار میشه دیگه. این آدم رو باز هم من دلم سوخت که من نباید دلم بسوزه و امروز اعلام میکنم که برای هر کی دلتون میسوزه کی رو میده دستتون. من دلم سوخت و تمام آهنگایی که با این آقا بوده رو من از توی یوتیوبم پاک کردم و همه‌شو بدون این آقا پخش خواهم کرد. الان فردا یا پس فردا آهنگ چطوری میشه میاد بیرون، ورژن جدیدش. یکی دو روز دیگه هم آهنگ انقلاب صلح میاد بیرون، باز ورژن جدیدش. با چه آدم‌هایی؟ با آدم‌هایی که واقعا خواهی دارن، لیاقت دارن. اگرم دیدم هیچکی خواهی نداشت، لیاقت نداشت، داشت تنهایی وایسم فوش میدم. برای چی باید با یکی وایسم فوش بدم به یکی که پس فردا پشتم و خالی کنه منو به پوست خیار بفروشه؟ یعنی تمام ورسای این کیری ها رو گفتم درارم. اگه دیدم آهنگ احتیاج به ورس اضافه داشت خودم یه ورس دیگه می نویسم، دوباره کیرم رو میکنم از سر تا پای هرچی آخونده مادر جنده است. اگرم که دیدم با وصل کردن، با قطع کردن ورساشون، چون آردی آهنگا چیزشون زیاد بود، تایمشون اتفاقی نیفتاد که بدون پارت اونا تو همین امروز و فردا دوباره اون دوتا آهنگ رو آپلود خواهم کرد. درست. پس ماجرای دعوات با این، حالا بگم اسم خواننده رو یا نگم؟ بگو داشت پیشرو همین بوده دیگه که این اتفاقات یه رو آردی 5 ماه شاخش کردیم، یوتیوبش رو 100,000 تا کردیم دیگه. اسمشو میخوای الان نگی؟ اسمش هم آقا اسم نیاوردی به خاطر همین گفتم که شاید. اما یه سوالی که خیلی حتی مخصوصا این از صبح امروز از من خیلی میشد، خب به واسطه حالا دوستی که من باهات دارم میگفتن که چرا امیر تتلو اینقدر به مردم فوش میده، اگر حداقل طرفداراشو جدا بکنه بگی که خب اون کسایی که به من توهین میکنن من روی صحبتم به اوناست، چرا کل مردمو هدف فوشش قرار میده و کل مردمو فوش میده؟ این واقعا خیلی از من واقعا برام خیلی خودم هم این سوال بود که چرا این این به خاطر اینکه داشت کل مردم ایران خب کلشون لیاقت اینو دارن که از سمت من بی احترامی بهشون بشه. چرا؟ دلیل داریم. به خاطر اینکه حق من رو یک پرداخت نکردن. دوم من دیروز اومدم میگم حرف دارم، کامنت ها رو بعد یک ماه وا کردم، زیرش نوشتن، یکی نوشته به کیرم، اون یکی نوشته بیا رو کیر من بشین حرفاتو بگو، اون یکی نوشته اومدم گفتم کیرم تو کست خوار مادر همه چه وضعشه. خب امین جان واقعا به حال تو خودت آدم با تجربه ای هستی تو. اینجا رو گوش کن امین. مردم برای چی میان فوش میدن؟ برای اینکه این طرفدارا، برای اینکه این علی دایی کونی، این علی کریمی کونی، این فوتبالیستای کونی اون موقعی که 100,000 نفر توی استادیوم آزادی میگفتن واحدی خوشگله مثل ننشه کیر ما تاجیا کسته ننشه، جایی این که برن اونجا وایسن به هوادارا بگن مادر جندا ادب داشته باشید، فوتبالیست مملکت خودشون خندیدن، این بلوتوث رو بین خودشون پخش کردن. یه کسی باید جلوی مردم مادر جنده بی تربیت وایسه. وقتی من بیام فوش ندم، وقتی 30 نفر اومدن نوشتن امیر تتلو کست ننت، من چرا نباید بیام بگم کست مادرت؟ بعد این وسط یه کسی اومده، من اومدم گفتم آقا کست مادر هر کسی که انقدر مادر جنده است. یه سری آدم دیگه اومدن حق منو میخوان بدن، اینا انقدر چشننگن، اینا رو اتفاقا باید یکی بگاد دیگه و جمهوری اسلامی داره کار درستی میکنه. چرا باید همین الان صحبتش شد شما نبود، چرا باید تینا و فرزاد شما به خودتون گرفتید فوشای منو؟
بکنم بچه پاک هیچ کردن. کدوم هیچ کدومو به خودشون نگرفتن. چرا؟ چون اینا نه اونایی که فوش دادن، نه اونایی که حق منو خوردن. خب حالا من روی صحبتم همینه دیگه، میگم که خب فوش بده به اونایی که دارن بهت فوش میدن، نه به کل آدما. یعنی بگو اونایی که فوش میدید. طرف صحبتم با یک آقا طرف صحبتش به خدا با هموناست. آره خب میدونم. خب تو اون متنایی هم که مینویسی، خب به هر حال امیر تتالی با توجه به اینکه طرفدار زیاد داره قطعا حسود هم داره دیگه. میگه خب این داره به کل مردم فوش میده. یه سری از صحبت‌ها راجع به این بوده که کسکشای بی‌ناموس کیرم تو دهنتون گو میخورید فوش میدید زیر. یعنی طرف صحبت هم کیه پس؟ طرف صحبت هم اونیه که این فوش این زیر نوشته دیگه از این تابلوتر. درسته. آره دیگه هم اومدم گفتم اونا نظرسنجی گذاشتم، اومدم گفتم اونایی که تو نظرسنجی نوشتم عین همین نوشتم که بله یک دوست دارید که سوالی بوده دوست دارید که امیر تتالی کنسرت بذاره یا نه. دو جواب یس بله بالاخره تو هم خرج داری بسکش باید نون بخوری. دو نه تو حقت نباید برسی بمیرد گشنگی. داشت 60% به اون گزینه دو رأی دادن که بمیرد گشنگی. و من بعدش گذاشتم شمایی که انقدر مادر جنده ای که 60% رأی میدید به مردن و حق ندادن، پس باید بالا سر اون 60%تون جمهوری اسلامی باشه و شما رو بکشه و حقتون رو نده دیگه. اینجا روی صحبت من با کیه؟ با اون 60% دیگه. اون 40% که نباید به خودشون بگیرن که. خب حالا یه نکته بگم همه جان، با توجه به اینکه به هر حال امیر تتالی به نظر من یه آدم با تجربه است تو فضای مجازی. یعنی زمانی که کسی تو زمان فیسبوک کسی نمیدونست فیسبوک چیه، اون همه فعالیت کردی، بیشترین فالوور تو فیسبوک داشتی، بعدش اینستا همینطور بیشترین فالوور تو اینستاگرام داشتی، حالا تو یوتیوب هم تنها آرتیست ایرانی هستی به نظر من که مخصوص کانتنت ایرانی داریم موزیک تولید میکنه. حالا ما خواننده دیگه هم داریم که با بسیاری از رپرهای بزرگ دنیا، بسیاری خواننده دنیا فیت دادن و سابسکرایبرشون بالا. اما خب وقتی این کامنت ها رو میبینی من فکر میکنم که خب واقعا بعضیا واسه خنده، بعضیا واسه مسخره بازی میان کامنت میذارن، خب که اون جو رو متشنج بکنن. یعنی میان مثلا یه چیزی اون زیر مینویسه، شاید اگه اون آدم، یعنی 99% اون آدم هایی که میان به توهین میکنن، مطمئن باش اگر نزدیک ببیننت، اگه با عکس یادگاری نگیرن نمیرن. خب یعنی اصلا یه بار من یادمه یه سال پیش بود، من رفتم تو خیابون، یه بنده خدایی هم بود اینجا چت بود، داغون بود، من دید گفت ببین داداش من از تو خوشم نمیاد. گفتم خب. گفت داداش من اصلا حال نمیکنم این سبک آقا شروع کرد 10 دقیقه صحبت کردن. گفت من از صبح میشینم برنامه‌هاتو میبینم تا شب فوشت میدم. گفتم داداش تو از 100 تا طرفدارم واسه من طرفدارتری، تو از صبح تا شب بشین ببین فوش بده. طرفدار شیشاتیشه من انقدر برنامه منو نمیدونم که تو میبینی. میخوام بهت بگم که اون ور قضیه خب خیلی هستن که به اون ور قضیه کسایی هستن که واقعا شاید به خاطر حالا یا حسادت یا به خاطر یه شیطنت یا به خاطر مثلا دقیقاً داری درست میگی همین. دقیقاً داری درست میگی. و یه سری من خودم میدونم برای خنده شوخی، ولی کس ننش گو خورده برای خنده شوخی کار میکنه داداش. گو میخوره برای خنده و شوخی میاد می‌نویسه امیر تتالی کس ننت. یکی هم بالاخره باید وایسه جلو روی اینا دیگه. من میگم اگر همون موقعی که طرفدارای استقلال داشتن میگفتن واحدی خوشگله مثل ننشه، کیر ما تاجیا کسته ننشه، همون فرهاد مجیدی کونی که اون موقع تو اوج بود 2 روز بازی نمیکرد میگفت شما به هم تیمی من بیادبی کردید فوش ننه دادیم، دیگه هیچ طرفداری توی استادیوم فوش نمیداد. ولی این کونی ها خودشون هم حال میکردن از اینکه یکی داره به بغلیشون فوش میده. خب نه وای نستادن تا برسه به من. چرا بعد این همه فوتبالیست، این همه خواننده، این همه داریوش کوچ فلان میساد یکیشون نیومده بگه آقا کونیا میان کنسرت واسه چی داداش صندلی رو میسوزونی؟
واسه چی تو کاندوم میندازی تو دستشویی؟ یکیشون نیومده اینو بگه که امروز اینجوری شده. یکیشون نیومده بگه مادر جنده برای چی برای خنده و مسخره بازی و شوخی میای یه کامنت می‌نویسی اونجا همین تتل کسته نند. اون هوا اون شاید 5 ساعت الان از استودیو داشته برای تو کار میکرد اومده بیرون خونه قلبش میشکنه. گو میخوری برای خنده و شوخی می‌نویسی اینو. یعنی چی؟ یه نفر یا خیلی اومدن برای خنده و شوخی تو نظرسنجی شرکت کردن. گوه میخوره برای خنده و شوخی، حتی نظری میده که به مرگ یک هنرمند رو به حقش نرسیدن. خیلی داشت برای خنده و شوخی رفتن 22 بهمن بیرون که الان همین دولت مادر جنده بالا سر ماست. خنده و شوخی نداره یه سری مسائل. بی احترامی، قلب شیکوندن، ناحقی کردن داشت خنده و شوخی نداره. یک نفر باید جلوی مردم وایس فوش دادن. برای چیه دختر هر چی میذاره داداش دختر دارو عکس و زنش میذاره زیرش کامنت فقط اینه چطوری خوردی چطوری اون برای تو خورد الان اینو کردی مجلس گرفتید اینو بکنیم زنت چه گفتی شوهرت چه کیلی داره. داداش برای چی آخه چقدر شما مادر جنده اید؟ بلا نسبت دوستانی که خودتون میدونید و شعور و احترام سرشون میشه بلا نسبت. خب با داداش با این مردم مادر جنده داداش خیلی داریم به خدا باید با این مردم مادر جنده جنگیم. چون فقط جمهوری اسلامی نیست که دهن ما رو گاییده. این مردم مادر جنده پدید آورنده جمهوری اسلامی هستن. حتی این مردم مادر جنده وجود دارن و لیاقتشون اینه که یه مش مادر جنده برش صحبت کنن. ما هم این وسط قربانی میشیم. خب یه علتش میدونین چیه؟ علتش همه جان نحوه ندادن آموزش درست ندادن به مردم. ما هم تو اروپا داریم میبینیم دیگه، حتی توی مدارس به بچه ها یاد میدن معنی لایک چیه، معنی دیسلایک چیه، معنی کامنت چیه. یعنی توی مدارس اینو آموزش میدن. ما توی ایران تو مدارس همچین چیزایی نداریم. من میخوام یه مثال ساده برات بزنم. موقعی که دانشمندا تونستن که یه دونه ماهواره چند وقت پیش بفرستن توی فضا که با موفقیت نشسته بود توی فضا، بعد از 20 سال تونستن این اتفاق رو رقم بزنن، ویدیوشو به صورت لایو گذاشتن تو یوتیوب. قضیه مال 1 سال پیشه و اون ویدیو نزدیک 270,000 تا دیسلایک خورد. این دیسلایک توسط ایرانی ها نبود، توسط مردمان کل دنیا بود. بعد از اون یوتیوب تصمیم گرفت که تعداد شمارنده های دیسلایک رو دیگه نشون نده. یعنی الان شما برید تو یوتیوب تعداد لایک رو نشون میده، اما هر 100 میلیون نفرم دیسلایک بکنن عددش رو نمیزنه. میخوام بگم که وقتی یه اتفاق بزرگ و یا اتفاق هنری هم صورت میگیره، معمولا اون لایک و دیسلایک همیشه هست. و اینکه من فکر میکنم که یه قسمتش هم برمیگرده به اینکه مردم بلد نیستن چجوری از فضای مجازی استفاده بکنن و انتظار دارن وقتی که بیادبی میکنن، وقتی که توهین میکنن، توهین نشنون و قربون صدقه بشنون نسبت به موضوعاتی که هست. حالا نمیدونم نظر بقیه دوستان هم چیه؟ داداش من میکروفونم بازه؟ آره الان بازه. من نظرم با مثبته. بله این خیلی مسئله مهمیه که خب منم دقیقاً دارم الان همین آموزشه رو میدم. من دارم یا مادر جنده گو میخوری فوش بی شعور بی شرف. برای چی؟ برای شوخی و خنده میای حتی دیسلایک میزنی؟ برای چی میای حتی تو نظرسنجی اشتباه شرکت کنی و نظرت این نیست؟ یارو این نظرسنجی رو گذاشته شده فوش قشنگ بهشون میرسه. وقتی میگن اینجا به من فوش میدن واسه من فوش میمیزن داشت میرسه به قرآن. اینا رو باید به قرآن باید بگی چیر تو کس ناموست که تو رو عکسش در اومدی. دقیقا. خب ببین این من خودم حقیقت میگم که آدم باید خیلی صبوری همین فردی ماشاءالله. من خیلی واقعا نسبت به موضوعات مختلف به حال صبورم. یعنی به نظرم میگم که بذار طرف حالا تخلیه بشه اینجا. خیلی نه خب به حال ببین
جان من به جان تو یه هفته است دارم از دست این رضا پیشرو هرس میخورم. خب به درست. خاطر اینکه دائم حال منو بد کرد، دائم انرژی دزدی از من کرد، هی میومد بغل من میگفت الان من چیکار کنم، الان چه دائم با صدای با گوش منو خراب کرد و واقعا دنبال این بودم که سیک اینو بزنم. خب ولی میخواستم خودش سیک خودشو بزنه، چون رفاقت اینه که رفیقت هر چقدر بد بود با همه بدیاش باید تحملش کنی، ولی رفیقت نه هر کسکشی، میدونی. و وقتی که یکی میاد به من مسیج میده الان تمام مردم بر علیه تو شدن و ببخشید من از اینجا به بعد نمیتونم باهات رفاقت کنم، یعنی رفیق تو نیست. تو زمانی با من رفیق بودی که تمام مردم پشت من بودن، لایوت میلیونی میشد. الان که همه مردم دارن به من فوش میدن تو پشت من خالی کردی. بعد بار اول تبدیل بار دوم سر رئیسی هم همین کارو کرد. من میدونستم که این آدم این کارو میکنه، خب به خاطر این اصلا این کارو انجام دادم که بیام یه چیزی بنویسم که این بیاد خودشو سیک بزنه. چون من چون گفتم هوادارم که آردی هر روز داریم من فوش میدیم، من بیام یه دقیقه تو کلاب هاوس حرف میزنیم متوجه میشن قصه چی بوده لااقل، ولی بذاریم میمون خودشو بده بالا درخت. یه میمون دیگه ای هم خودشو باز این داد بالا درختی مثلا. همین. ببین امیر جان میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما فقط از کلمات بلدیم استفاده بکنیم ولی معنی و مفهوم کلمه رو نمیفهمیم. ببین وقتی ما حرف میزنیم میگیم آقا ما به دموکراسی اعتقاد داریم، ما باید بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. طرف میاد به من میگه که آقا من آدم جمهوری اسلامی تو سر من زده، فلان کرده، بیسان کرده، نذاشته من از خودم دفاع بکنم، نذاشته. میگم خب مشکل چیه؟ میگه مشکلم اینه که من نتونستم ارتباط برقرار بکنم. الان مثلا طرف برای من نوشته بود که تو برای چی نمیدونم با تتلو فلان فلان شده توی رومی. عزیز من اگه میشینم توی روم با آدمو صحبت میکنم بعد بشینم سوال بپرسم جواب بشنوم. چرا امیر تتلو به من توهین نمیکنه؟ با اینکه دارم ازش سوال میپرسم، انتقاد مردمو میگم، صحبت‌های مردمو میکنم، به خاطر اینکه وقتی تویی که ادعا میکنی باید دموکراسی صورت بگیره و صحبت بچرخه و حرف آدما رو بشنویم، چرا خودت به حرف خودت اعتقاد نداری؟ و همون نمیدونم شعاره که میگن زن زندگی آزادی، کلمه سومش که آزادیه و همینجوری آزادیه میشه آزادی کلام، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی رفتار و آزادی شنیدن عقاید. حالا درسته شاید امیر تتلو توهین بکنه، اون کاراکتر خودشه. من به عنوان کسی که مدیا دارم میام سوال میپرسم، میگم آقا چرا داری توهین میکنی؟ نه اینکه اون آدم وقتی توهین داره میکنه اگه من حرفشو نشنوم، اگه من سوال نپرسم، پس کی بعد بیاد این وسط سوال بپرسه و به جواب مورد نظر برسه؟ موقعی که امیر تتلو محبوب میشه، موقعی که آهنگ نمیدونم خفن میده بیرون، موقعی که نمیدونم اون موقع آدم خوبیه، همه میچسبن بهش، میخوام مصاحبه رو بکنم. الان که این زاویه رو داره من نرم باش مصاحبه کنم، من نرم ازش سوال بپرسم، این که منطق نمیشه که. طرف برای من الان یه دونه عکس فرستاده، زدی تو خال دیگه داداش، زدی تو خال. حرف من الان همینه، دارم میگم یه وقتایی چراغ رو خاموش کن که واقعی ها برق بزنن. خب الان این وسط من این کسچرا رو نوشتم، خب مردم ایران اتفاقی افتاد یا دولت عوض شد یا جمهوری اسلامی اومد بالا، نه این وسط یه اتفاقی افتاد. من فهمیدم همین فردین و ناصر که رفیقای منن، مردم فوشم به من بدن باز رفیق منن، ولی یه سری کونی وسط هستن، خب امثال رضا پیشرو، حسین تویی، که گسکش اون مرد تازه بدتر پا میذاره رو سرت. داشت پست گذاشته یارو که آره این گسکش با جمهوری اسلامیه، بدتر پا بذاری رو سرش، بدتر یه کاری میکنی که بدتر من بمیرم. میفهمی؟ رفیق من، کسی که نون و نمک من داشته اینجوری. کی پست حسین تویی. داداش همین حسین تویی مگه ضمانتش رو پیش من نکردی؟ یادت نیست؟ اومده یه سنگ قبر جمهوری اسلامی گذاشته، زیرش هم نوشته نمیدونم امین تتلو دیده به ما توی که پایینایی مادر جنده. حسین تویی کیرم تو کسته ننت، تو با اینایی مادر کونی. اگه تو با اینا نبودی خواهی داشتی بیناموس بیای تو آهنگ انقلاب صلح. آقا من یه سوال دارم، خب چرا واسه اونا اینترپل نمیزنن واسه تو اینترپل میزنن؟
داشت به خاطر اینکه اینا خایمالن، به خاطر اینکه اینا وصلن، به خاطر اینکه این چونی خودش جمهوری اسلامیه. خب به نظرت اینترپول چرا واسه من میزنن واسه اونا نمیزنن؟ داشت به خاطر اینکه تو خایمال نیستی، تو آدمی هستی که واقعا رفیقی. بیا الان همه دارن به ما فوش میدن، اومدی این بالا با این که دارن فوش میدن داری با من رفاقت میکنی، ولی اون دوتا کونی این بالا که نمیان هیچ، تازه یه استوری میذارن که این فوشا بیشتر هم بشه. یه دونه استوری برای من فرستادن، نوشتن که یکی از دوستان برای من تو واتساپ فرستاده، میخونم برات. نوشته که امیر تتلو گفته زنده باد جمهوری اسلامی. اتفاقا الان من اصلا ممنونم از جمهوری اسلامی که پدر شما پدرسگای بی‌معرفت رو آره اینا هم خواستم جوابشو ببینم که چیه. برای من فرستاده بودن دوستان که توضیح داد امیر تتلو. از اون ور یک آدم 20 کیلویی کسکش گوز یه 20 ساله به من مسیج داده که داداش این چیزایی که تو یوتیوب میذاری اصلا مناسب نیست، به نظر من این صحبت ها رو ادامه نده. برگشتم بودم کیرم تو کس مادرت، مادر جنده گم شو از تو یوتیوب من بیرون. امروز یه ادمین بهتر میذارم بالا سر یوتیوب، اینا اصلا ادمینمون این پایینه. یعنی میدونی چی بهت میگم یه سری چراغ‌ها رو خاموش کن که واقعی ها به هم بزنن. الان این چراغی که خاموش کردیم فهمیدیم باز دوباره که ادمین واقعیمون. رونای چون خوبی؟ سلام امیر جان، شبتون وقت داری که وقت کار و اینا داری که ادمین یوتیوب ما باشی؟ 100% من همیشه واسه شما وقت دارم. درست حسابی 24ی 100% اینطوری کامنت هم خودم میتونم پاک کنم که انرژی مصنوعی نرسم. آره عزیزم لطفاً ادمین یوتیوب شما باش، پسورداشون رو عوض کن. این یارو عباس کیونی رو بنداز بیرون. بعد از همون فرخ به دیوا بگو، من با دیوا صحبت نمی‌کنم، به دیوا بگو که روناکو بکنه ادمین یوتیوب. هستی فرخ؟ گوشیش مشکل داره آره ولی هستش میکنم. خب خودت هم میتونی به امیر دیوا مسیج بدی، بگو امیر تتلو تو کلاب هاوس هم گفته. من یه جوری امیر جان من فقط یه چیزی نکته رو بگم، تا جایی که در جریان هستم چند نفر یه ایمیل دارن، از طریق ایمیل ادمین یوتیوبتونن که به نظر من اینا اصلا باید پاک شه. هر کاری فکر میکنی بکن دیگه. پس من به اون آقایی که کار یوتیوبتون رو میکنه میگم، چون اون انجام میده، بقیه اصلا تو گروه جواب نمیدن. خودم تو گروه هستم ولی من ادمین نبودم تا حالا. ولش کن، هیچ کی دیگه نمیخواد باشی، فقط خودت باش. آره خدای این همه زحمت کشیده برای یوتیوبش، یه جوری گلدونی اصلا باید درست شه همه چیش. چشم، ولی من پسورد یوتیوبتون هم نمیگیرم که خدای نکرده چون لوکیشن فرق داره، آی پی دوره، مشکلی واسه یوتیوب پیش نیاد. فقط میگم که اون آقایی که حالا اسمشون رو نمیارم، شاید صلاح ندونیم که اسمشو کسی بدونه، منو از توسط ایمیلم ادمین کنه که بتونم پستا رو پاک کنم بذارم. اوکی همون فرخ بس به همین دیوا بگو که رونا جای عباس. اوکی من این عباس کیونی هم دیگه داشت هیچ جا راش ندید تو اکیپ ما. چقدر بچه بی تربیتیه. بعدش مسیج دادم کیونی میفرستمت از ترکیه بیرون ها، مسیج داده کیرم هم نمیتونی بخوری مادر جنده 20 کیلویی. آخه من الان این 20 کیلویی رو بردارم بیارم همونجا برعکس آویزونش کنم یه هفته بفهمیم میتونم بخورم یا نه. خب نمی کنم این کارو دیگه، دلم میسوزه. این کسکش 20 کیلویی باید بره ایران، تو اون ایران جمهوری اسلامی بگیره کونش بذاره، چون من آدمی نیستم که این کسکش 20 کیلویی رو بیام اینجا آویزونش کنم. هستم؟ نیستم. ولی جمهوری اسلامی به راحتی یه جوری میگیره الان اینو آویزون میکنه که ننه باباش هم ازش نفهمن کجاست. نه بابا بلش، اونم یه اشتباهی کرده داشت. داره گوه میخوره ناصر، من میگم آدم گوه میخوره اشتباه میکنه توی یک همچین شرایط. بیشوره دیگه، از بیشوریشه دیگه. چرا همه دارن به حمله میکنن؟ ببین من مردم بلا نسبت مردم خوب اون مردم مادر جنده ایران اون تخم مولاشون رو خیلی خوب میشناسم، خیلی خوب. 20 ساله تو این فضا.
یعنی همین الان میتونم یه کامیونیتی بذارم یه 50,000 نفر بزنن همین تطرق نرند و به تمام اعضای دور منم بگن با این کونی رفاقت نکن. و بعضی موقع هم این کار رو دارم انجام میدم که بفهمم کی با منه کی با من نی. هر سری هم اینا رکب میخورن خودشون گاف میدن میرن بیرون، ما میمونیم و تیممون. آقا این الکترواسموک چقدر خوب بود همین. جدی؟ من به جان تو من الکترواسموک اصلا بدم میاد، هرچی میکشم گلو میزنه، ولی اینو روش این اسب میکشم تو اصلا بگو یه ذره سرفه میده. کدوم اونایی که من برات فرستاده بودم؟ آره دیگه الکتروهای خودمون. جدی؟ فوق‌العاده بود. جا داره مثل خودت شبکه بزنم، جا داره اینجا یه تشکر بیشتر بکنم از امین فردین و عمو ناصر بابت این الکترواسموک. چقدر حرفه‌ای و زیبا بود. بذار من تو اصلا همینجا دارم الان عکس دارم. همین الان دست خودم هم هست یه دونش. داداش من خدا شاهده هرچی کشیدم یه دونه هم بهم سرفه نداد. من این که بعد جوری چیزه بذار ایناش هم باشه روش. این زیرش هم مسائل بهداشتیش هم 2 برابره. بله استاندارد اروپا داره. این پافش هم مثل این که حتی کمتره برای بهداشت بیشتر. درست؟ آقا استاندارد اروپا 600 پافه نیست. و دیگه بیشتر از 600 پاف نمیتونه اصلا بزنیم توی اروپا. چی نوشته؟ بلیو هم پلاکت میده روممون هم پلاک کردن. کجا نوشته؟ همین آدمایی که الان میفرستم اونجا براتون نگاه کنید. اوکی هست. چیه نوشته؟ من یه چیز جالبم بگم آقا، یه چیز مثلا کار اومده بیرون تو همین برنامه شوبیز من و تو، اصلا انگار نه انگار کار بالاخره متفاوت بوده همه جون. بعد یه کامیونیتی نوشته امروز با هم خیلی جالب بودم که میان پوشش میدن تو یه چیزی که اصلا بالاخره کانکشنای وجود داشته مثلا مصاحبه کنن و اینکه اصلا با من ارتباط گرفتن بابت اینکه همون اوایل به اصطلاح این پلوپولوگیا بود. آقای امیر تتلو رو مثلا حالا چجوری بود؟ امیر خواب بود. بودم آقا امیر 2 ساعت دیگه بیدار میشه مثلا این چیز که قرار انجام بشه. بعد دیدم زودتر هم امیر ویدیو رو گرفته و براشون خودشون هم زدن ویدیو اختصاصی امیر تتلو و فلان. بعد میان همونا که میدونن امیر اصلا چه شکلیه، به قول خودش همه چی تو صورتش هم مشخصه. میام من طرف یه کامیونیتی نوشته 3 ساعت بعدش تو شوبیز میان پخش میکنن. اصلا مردم ولی خیلی هم تو این داستان نیستن ولی معناتا رو نگاه میکنن تو یوتیوب با این داستان فیلتر شکن اینا 80 میلیون که نمیرن ولی همه دارن اونجا رو نگاه میکنن ببینن چه خبره. اینا برای من خیلی جالبه. آقای امین خان سلطان من افتادم بیرون نفهمیدم چی شد. در خصوص یکی از این شبکه‌های یکی از این شبکه‌های ماهواره داشت صحبت می‌کرد که حالا زیاد مهم هم نبود البته به نظر من فرخ جان. حالا دیگه اونا هم سیاسی. فرخ یهو افتادم بیرون منم عکسمو عوض کنم یهو منو انداخت بیرون اصلا نفهمیدم چی گفتی. اگه مسئله چیزیه بگو دوباره. همه میگه مهم نیست. به نظر من میدونی آخه الان همه دارن خب پیگیری میکنن. دو سه شبکه هست که مردم پیگیری میکنن بعد توی پوشش میده اصلا یه چیز خیلی آره خب به حال اونا هم دیگه ببین هر جا براشون چرب‌تر باشه اون برای پوشش میدن دیگه. شبکه چیه فرخ میگی اسم شبکه رو؟ من و تو رو میگه. داداش این من و تو که پیروزا من اون دختره رو فوش خار و مادر رو کشیدم بهش. تا مادر جنده برای چی هر وقت ما با تو کار داریم تو جواب نمیدی؟ هر وقت تو میخوای ما رو بدی بالا درخت. اون سری زنگ زده بودن به من اینجوری کرد پرستو صالحی جواب نمیده برو ببین کجاست. من حتی میدونم پرستو صالحی جوابم میده خیلی هم حالشم خوبه. یه اومد منو بده بالا درخت. آره یه آهنگ سیاسی بخون منو ریحان پارسا توش بازی کنیم. گفتم شما
اگه خواهی داشتید میومدید اصلا با من یه عکس بگیرید، چون تو که خواهی این حرفا رو نداری. ولی باشه من میرم بالا درخت آهنگ سیاسی رو میخونم. بعدش آهنگ سیاسی رو خوندم، کسکشا هیچ کدومشون جواب ندادن، نه اون گذاشت بالا، نه اصلا حرف میزد، نه چی. به خاطر اینکه فکر نمیکردن من میام فوش میدم به گندشون. فکر میکردن من الان یه آهنگ سیاسی فقط میخونم مردم برن تو خیابون و برن بالا درخت و اینا هم شروع کنن مردم رو کشتن. فقط فکر نمیکردم من یهو بیام بگم کیرم تو دهن خامنه ای تو. فهمیدی چی شد؟ یهو همشون صحنه رو خالی کردن. این هم قضیه شبکه من و تو که اینا دوش با هم دیگه. اصلا شبکه من و تو مال خامنه ای مال کیه؟ آقا این عکس الکتروسموک همه رو میاد کیر میکنه. نمیدونم چیز منم ساخته، مجسمه کیری کاریکاتور منم ساخته توی شبکه نیم، بعد مال خامنه ای رو نساخته. تو شبکه نیم. آره دیگه اون کاراکتر عروسکی. چرا خامنه ای رو نساخته؟ همون دیگه سوال خیلی مهمیه که منم قبلا پرسیده بودم 2-3 سال پیش که چرا نساختم. بعد همون آره اومدن منو بدن بالا درخت، راستش رو بخواد چه من آهنگ سیاسی بخونم که بعد بگن پاسپورت، چون برگشتن پاسپورت منو دوباره ندادن. آره چند روز پیشا پاسپورت منو ندادن، گفتن این فوش داده به خامنه ای، پاسپورت ایرانی بهش تعلق نمیگیره. اینا اومدن از طرف شبکه من و تو، من یه دونه آهنگ سیاسی و از طرف پرستو دومشون پرستو ساله کیری اومدن منو دادن بالا و از طرف نفر سومشون حسین رحمتی کون. خب یکی هم کونی تر کیری تر. آخه کونی دماغ عملی ما ندیدیم تا حالا نات. من نمیدونم. عرضم به حضور دنیا رو بیارید بالا داشت اگه دنیا هست. همه جان ادمین نیستیم ما، خودت ادمینی فقط. ببخشید من الان همه تونم مدتر آقا نگاه بکن، اومدن فکر میکردن که من یه آهنگ سیاسی ساده میخونم، خودم رو میدم بالا درخت و به خامنه ای هم کاری ندارم، در صورتی که من اومدم کلا 4 تا بیت خوندم، 3 بیتش فوش به خامنه ای و سپاه. بعد همشون دوباره کشیدن کنار، هم خود حسین رحمتی کشید کنار، هم پرستو سالاری مثل سگ رفت قایم شد تو سوراخ، هم شبکه من و تو دوباره دشمنیشو به من ادامه داد. و چرا مگه پشت مردم نیست؟ چرا انقلاب صلح ها پخش نکردیم؟ از انقلاب صلح آهنگ انقلابی تر مگه داریم؟ کیرم تو پلیس، کیر تو سپاه، کیر تو خامنه ای، با کشوری که ساخت من جونم کف دستم میرم به ما. مگه از این دیگه انقلابی تر و ضد اسلامی تر داریم؟ دنیا جون سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید. سلام، خوبید؟ شبتون بخیر. آره اینا قصدشون شبت بخیر عزیزم، اینا قصدشون این بود که منو بدن بالا درخت ستایی، هم منو بدن بالا درخت، همین که فکر نمی‌کردن که من یهو بیام بگم اوکی من پس به گندتون گیر میدم. حالا که این طور شد، حالا اگه تو جمهوری اسلامی نیستی پرکسکش بیا بچسب به خامنه ای دیگه. رهبر جمهوری اسلامی من نیستم که، رهبر جمهوری اسلامی تظاهرات نیست که، رهبر جمهوری اسلامی ارزم به حضور عکس مهسا امینی نیست که، رهبر جمهوری اسلامی حتی رئیسی و اینا هم نیستن. رهبر جمهوری اسلامی یک نفر خامنه ای. تمام این هر مشکلی با جمهوری اسلامی هر کی داره مشکلش خامنه ایه، نه کسی دیگه ای هست. داشت رهبر جمهوری اسلامی کیه آقا همین؟ خامنه ایه دیگه کیه؟ تموم شده رفت دیگه. اگه تو از من میخوای ضد جمهوری اسلامی بخونم، من باید ضد کی بخونم؟ تموم شده رفت. درست میگی. باید ضد خامنه ای بخونم. پس چرا وقتی تو خودت زنگ زدی به من میگی سیاسی بخون، اون یکی بی‌ناموسه برمیگرده به من میگه من ورسم حاضره سریع بنویس، یکی بی‌ناموسه میگه من میام تو ویدیوشم بازی میکنم سریع بنویس، بعد تا میام گیر میکنم تو خامنه ای ستاشون میپیچن. چرا؟ خب معلومه اینا با جمهوری اسلامی هن و جمهوری اسلامی قصدش بی احترامی به خامنه ای نیست، قصدش اینه که
یه سری کونی رو خراب بکنه، شهردار، مردار، امنیت، گشت ارشاد اینا کیرین، مردم بیان بیرون، یه سریاشونو بکشن، یه سریاشونو هم بدن بالا درخت. به خامنه ای هم ایشی کار نشته باشه، در صورت که کس ننشون. اگه من قرار باشه مردم رو بدم بالا درخت، کیرم هم میکنم تو خامنه ای. پس اگه پشت مردم نیست، اگه با جمهوری اسلامی نیستم و دنبال آزادیم، ولی وقتی که نمیام کیرمو بکنم تو خامنه ای یعنی چی؟ یعنی فقط دنبال بالا درخت دادن مردمم. 2 تا 4 تا همین جان دیگه، 2 تا 4 تا ساده است. البته همین رو ببین، داستانم اینه که من امروز هم اتفاقا توی استوریام بهش اشاره کردم. ببین بعضی از این واقعا انتظاری هم ما نباید داشته باشیم از این شبکه‌ها. اینا به هر حال شبکه‌های مستقل که نیستن، که شبکه مستقله که از جیب شخصی خودش بخواد فعالیت بکنه. اینا معلومه یه جای بودجه میگیرن، حالا معلومه از کجا. طرف زمانی میتونه بگه من مستقلم که یک مثلا تو یوتیوب بخواد باید مستقل فعالیت بکنه. درآمدم اگه میخواد داشته باشه تو یوتیوبش داشته باشه، یا فقط توی اینستاش، توی تلگرامش، جای مختلفش بخواد فعالیت بکنه. این وقتی مستقل نیستن، خب با بودجه این ور اون ور دارن فعالیت میکنن، 1 ثانیه تبلیغات توی شبکه‌هاشون ندارن و معلوم هم نیست بودجهشون از کجا میاد. اونها که اصلا دیگه ماهیت ندارن اصلا شبکه‌هاشون. من اصلا فرخ جانم که اومد گفت این شبکه‌ها، من گفتم اصلا به نظر من شبکه نیستن، کاسبن، شبکه نیستن که. یه پولی حالا یه جای یه کشوری بهشون، یه جای یه چیزی بهشون بده، اونا هم تلویزیون داری بکنن. یعنی مگه میشه شما بدونی که 1 دقیقه تبلیغات پخش بکنی عاشق چش و ابروی مردم برای مردم برنامه تولید میکنی؟ والا ما همین تو آلمانش هم جان، تو آلمان که من زندگی میکنم تلویزیون آرتیل از کل مردم آلمان پول میگیره به دلیل به خاطر استفاده از تلویزیون. اونایی که تو آلمان هم میدونن. یه دونه شبکه UFC میخوای ببینی، یه دونه بازی UFC میخوای ببینی، UFC جدیدن اصلا از خود مردم پول میگیره، اصلا به شبکه نمیرسه، همه پول میگیرن برای اینکه یه چیزی رو نشون بدن. میدونی چی میگم؟ دقیقاً همینطوریه. به خاطر همین اینا بیشتر من گفتم دیگه سیستمشون سیستم کاسبیه تا چیز دیگه ای. چرا اینجوری هم واقعا؟ اصلا خیلی تابلوه کاراشون. مادرشون جنده است شد. الان اصلا شما موزیک دادین اصلا صحبتی در موردش نکردن و اینا. بعد تا نوشتی که وای من از مثلا جمهوری اسلامی معذرت میخوام، سریع اونو هر خبری که منفیه، یعنی ببین اصلا خیلی تابلو. ببین کسی که کار رسانه‌ای میکنه میفهمه اینا دارن چی میگن. عام مردم خب به دلیل اینکه حالا نگاه رسانه‌ای ندارن، خب به نظر من متوجه نمیشن که پشت پرده سیاست این رسانه ها و افراد چیه. کم کم ولی همین دیگه دارن تابلو میشن کم کم دیگه تابلو میشن. مثلا دنیا جوابش چند وقت پیش میدونست، ولی دیگه تو همه صحبتاش دیگه نمیگفت دیگه خیلی تابلوید شما، دیگه اینا انشو در آوردن دیگه. میدونی چی میگم؟ دیگه خیلی تابلو هن که با همن. و من تک و تنها داشت این وسط باید با تمام اینا بجنگم اگه میشه. هم با جمهوری اسلامی جنگید، هم با مردم جنگید، هم با مردم، منظورم این مردم مادر جنده‌ای که خودت می‌دونیه، نه منظورم مردم همه ایران. هم با شبکه‌های ایران جنگید، هم با کنسولگری اینجا جنگید تو حیاط خلوتش. همچی من پولم نداشته باشیم نمیشه دیگه داداش. لااقل یه 1000 تا هوادار بیان داداش پولی به ما بدن، ما از این ترکیه لااقل جمع کنیم بریم بشینیم یه جا دیگه، لااقل بقیه جنگتون رو ادامه بدیم. ما رو گذاشتید این ترکیه، یه دونه فشنگ هم بالا سرمونه، بعدم میگی چرا اینوری چرا اونوری. با این حال بازم من الان اون رپرها رو حذف میکنم، آهنگ انقلاب صلح رو دوباره میذارم، بازم 2 ساعت تو کلاب هاوس هم کیرم تو دهن خامنه ای تو که یه کشوری که ساخت که انقدر
الان نسبت بعضی از مردمش مادر جندن، بی خودم فوش نمیدم. واقعا یه همچین آدمی که انقدر میبینه مردم مادر جندن و هیچ کاری انجام نمیده رو واقعا آدم مادر جندهیه، کیر تو دهنش. ولی داشت کشتن این آدم کار من نیست. من فقط میتونم بگم مادرتو گاییدم، چقدر تو مادر جندهی و وایسم تا بمیری. ولی این که بیام تو رو بکشم کار من نیست، چون به نظر من کفتارم خیلی موجود مادر جندهیه. ولی من چرا باید برم جنگل بکشمش چون این 20 آهو میخوره میکشه؟ نه، کار من نیست. من به کفتارم اجازه زندگی میدم. این باید یکی از جنس خودش، همین مردم مادر جندهی که راجبشون داریم حرف میزنیم، باید بزنن همین یارو مادر جنده رو بکشن. من نمیکشمش، من فقط میگم چیرم تو دهنت، دور وای میستم تا تو بمیری. و بقیه مردم مادر جندرم باز من نمیکشم. من میگم کست ننتون، من فقط صبر کنم همین خامنه ای مادر اسلامی مادر جنده بکشنتون. آقای خامنه ای، جمهوری اسلامی، من اصلا معذرت میخوام از اینکه گفتم این مادر جنده ها رو نکشید. اینا یه سریشون واقعا باید بمیرن، مادر جنده ها واقعا باید بمیرن. تو همین خانم دنیا جهانبخش همین الان کامنتاشو آکنه میفهمه که یه سری از این مادر جنده ها واقعا باید بمیرن. البته همین جان، من واقعا خودم اینکه بهونه ندی دست اینجور آدمایی دشمنات که اینجا، ولی من خودم خدای به مرگ کسی این تیپی راضی نیستم. واقعی رو از دست نمیدم. من دوست دارم بهونه بدم دست اینا که 4 تا آدم کونی دورمو بشناسم. ناصر اینم درسته. واقعی باشه وای میسه پای همه چی، اصلا ضرر هم باشه وای میسه. آره داداش، این کونی رو مخ من بود، هر حرفاش با کاراش ضد و نقیض. منم حذفش میکردم نمیشد، میگفتن آی تو بی معرفت. اینا وایستادم کونی یه جا یه حرفی زدم، خودشو قیچی کرد. باز با اونم نون و نمک خوردی داشتن. من نمیخوام با آدمی که فقط مصرف کننده است، من نمیخوام نمک بخورم داداش. آدمی که فقط مصرف کننده است، فقط دنبال تو روزای خوشه با تو، من نمیخوام داشت با این آدم نون و نمک بخورم. نون و نمکم خوردم، نمیخوام گیرم تو نون و نمکی که مصرف خوردم. ول کن ناصر، این حرفاتی که قدیمی شده. ناصر آدمی که بی‌لیاقته رو داشت دیگه باید پرتش کنی بیرون، چون دیگه الان واقعا جای داداش انو باید بذاری تو توالت، سیفون رو بکشی بره پایین، اصلا ان نباید بمونه تو اتاق. حالا بگیم چون نون و نمک خوردی با برای این انه، چون فلان شده، ول کن بو بزن بره. یه موقع ببینی من میگم، همیشه میگن کسی رو از بدیهای گذشتهش قضاوت نکن، شاید صبح توبه کرده باشه. ولی من میگم کسی رو از خوبیاشم قضاوت نکن، شاید همین سر شب کثیف شده باشه. کسی رو نون و نمکی که خوردی فلان خوردی اینا رو بذار کنار، وقتی یارو میبینی کثیف شده. اتفاقا این خودش به نظرم یه کاریه که ما مثلا همین کار رو اگه خامنه ای کرد شاید بعض به اینجا نمیرسید. مثلا میدید شهردارش چونی شده، چونی برو گم شو از تیم من بیرون، داری میرینی تو مملکت، چقدر گون میخوری تو، داری اعصاب من خراب میکنی. ولی این نه، برگشت رو این یه سال شهردار بوده بذار باشه، نه ما نون و نمک خوردیم با هم، نه اینم پیرو راه اسلامه بذار باشه. همونا ریدن تو کارش. گرفتی چی شد؟ فقط داشت یه دونه خامنه ای هم که نریده، این وسط شهرداره ریده، نمیدونم اون ریده، اطلاعات ریده، فلان ریده. منتها مشکل ما با خامنه ای اینه که اگه تو همون موقع قیچی رو میزدی، دارو 20 سال رپره، بکیرم که 20 سال رپره، کس ننش داره گوه اضافی میخوره، سیکتیر، دارو 20 سال مسلمونه، کس ننش که 20 سال مسلمونه، داره گوه اضافی میخوره، وقت رهبر رو بگی مثلا سیکتیر. یارو
20 سال آستان قدس رضوی دستش بوده، گو میخوره، الان پیر شده، باید سیکتی رو بزنه. رهبر باید این قدرت رو داشته باشه، بگه سیکتیر. آقا روحانی 4 سال مادر مملکت رو گایید، گو خورد گایید. تو رهبر باید میومدی میگفتی کست ننت گم شو بیرون. نه اینکه من با تو نون و نمک خوردم 4000 نفر به تو رأی دادن، حالا بمون 4 سال تو بگاه. بعد چون 4 سال داشت همه چی خراب شد دیگه. اگر من بخوام به برگردم بگم نه اینم رپر قدیمیه، نه اینم نون و نمک خوردم باش، نه اینم رفیقمه، پس من چه فرقی با جمهوری اسلامی دارم؟ ببین دنیا یه ذره حرف بزن ببینیم چه خبر تو. به نظر من کلا همه چی بر پایه دروغ گفتن و صداقت میشن الان. بر پایه دروغ گفتن و صداقت یعنی چی؟ من نفهمیدم جملتو. یعنی گفتن و صداقت. یعنی الان مثلا چرا همه یهو بد میشن؟ حالا مثلا با امیرجان، به خاطر اینکه همه چیز داره صادقانه میگه. یعنی هیچ کس انقدر صادقانه نمیاد حرف بزنه، هر چی که میدونه و میبینه رو میگه. واسه همین بقیه فکر میکنم مثلا داره بی احترامی میکنه. شکیده صحبتت این میشه که دوست دارم الان مثلا داره میگه که مردم منظورش که همه نیستن، منظورش اونایی که مثلا یه دونه نظرسنجی گذاشتن که مثلا من خواهم یه کنسرت بذارم. خب واقعا تو وقتی سابسکرایب کردی یعنی فنشی دیگه، چرا میزنی رو نه؟ چرا میزنی؟ خب این یعنی که آدم میدونی چی میگم، یعنی همون آدم بد بودن است دیگه. و منظور ایشون اینه که اینجور افراد خیلی هم زیادن، خیلی زیادن، خیلی زیاد، ولی باز کمتر از اون آدم های خوبن فکر کنم. 30%، 35%. البته ببین امیر جان، خوبا دارن هی بیشتر و بیشتر. ببین امیر جان یه نکته هم من بگم. اتفاقا یکی از دوستان اومد به من گفتش که آقا خودت هم اتفاقا چند دقیقه پیشم اشاره کرده بودی. ببین شما وقتی که 100 تا دونه فالوور داشته باشی، 10 نفر بیان بهت فوش بدن، میشه 10% از کل فالوورات اومدن بهت فوش دادن. وقتی 100,000 تا فالوور داشته باشی، 10,000 نفر بیان بهت فوش بدن، میشه 10%. وقتی 1,000,000 فالوور داشته باشی این عدد میره بالاتر. وقتی شما 10 میلیون فالوور داشته باشی این عدد بیشتر میشه و طبیعتا شما هر چقدر که بیشتر دنبال کننده داشته باشید این درصد آدمایی که به چشم میان برای توهین کردن بیشتر میشه. ولی خب خیلی هم هستن نه طرفدارن، یعنی طرفدار هستن ولی کامنت نمیذارن یا توی نظرسنجی‌ها شرکت نمیکنن یا اصطلاحاً خودشونو درگیر نمیکنن مثل چرخدنده تو اون فضای مجازی و به چشم نمیان. و وقتی که 30 نفر 50 نفر میان بهت فوش میدن، اون 30 نفر 50 نفر اون 10% که همیشه فوش رو میدن. به خاطر من هر موقع خودم نگاه میکنم مثلا میگم یه جمعیتی داره فوش میده، نگاه میکنم ببینم من چقدر دنبال کننده دارم و چقدر دارن این آدم ها توهین میکنن و اینو نسبت گیری میکنم روی موضوعات مختلف. و اون قسمت هم دونه که گفتی مردم دروغ گفتن دوست دارن، اون فرهنگ ایرانی خب گفتم دروغ گفتن رو دوست دارن، یعنی منظورت مشکل واقعیت رو دوست ندارن اونجوری که هست رو. آره دیگه داره حقیقت رو میگه ولی همه فکر میکنم وای مثلا من دارم میگم امین، من دارم میگم مردم فقط وقتی دنیا جان وقتی که مردم برای یک نفر دیگه، وقتی یک زن ایرانی برای یک نفر دیگه یک ماشین لباسشویی نمیتونه ببینه، مثلا جاریش یه ماشین لباسشویی خریده، این کسکش داره آتیش میگیره، یک داره آتیش میگیره از این که اون ماشین لباسشویی خریده، دو داره مادر شوهرش رو میگه تو چرا ماشین لباسشویی نمیخری؟ خب وقتی یک ماشین لباسشویی رو برای همدیگه نمیتونن ببینن، خب معلومه که اینا نمیتونن ببینن یک خواننده هم حقش رو بگیره و معلومه اینا نباید حقشون رو بگیرن. چرا؟ چون داشت نمیخوام یکی دیگه حقت، میگه
همون چیزی که برای چی میگن فکر کردن به گناه به اندازه گناهه. ببین من چند روز پیش داشتم روی این قضیه کار میکردم که واقعا این داستان دخترها چیه که یهو اینقدر تغییر میکنن. چون واقعا تغییر میکنن. مثلا خودم واقعا یک دختری رو دوستش دارم، یه شب واقعا از ته دل بغلش میکنم، بعد مثلا فرداش دوباره بغلش میکنم، دور پس فرداش میبینم این اصلا میاد سمتم، من حالم هم خود ازش اومدم چیز بکنم ببینم چیه این قضیه، این داستان چیه. دیدم آقا این آدمای مختلف که بهش نزدیک میشن مثل اونا میشه. مثلا یه دختره مثلا دختره اصلا به من بیادبی نمیکرد هیچ وقت، یعنی من بهش گفتم کسته ننتم هیچی نمیگفت. این یه دختری که به من بیادبی میکرد رو دعوت کردم خونه، یه دختری که خیلی راحت بیادبی میکرد و جزء بلاکیا بود. من اون روز از قصد دعوت کردم خونه و عرضم به حضور یه دقیقه نشست و 2 تا چایی بهش دادم و بعدم گفتم که عزیزم میشه بریم من کار دارم. یارو بلند شد رفت. بعد یه ساعت برگشتم به دختره گفتم کست ننه، به همون دختری که هیچ وقت نمیگفت جواب نمیداد برگشت گفت کست ننه خودت تو چرا یعنی به من میگی کست ننه. فهمیدم که این از فکری که من میکردم درسته. این دختری که میتونه به من بی احترامی کنه اومده به این نزدیک شده و الان اینم میتونه به من بی احترامی کنه. پس این نباید به هیچ آدمی نزدیک بشه توی این 4 روز کنسرت من. خب چون به یکی دیگه نزدیک میشه اونا رو میگیره میاد میکنه تو من. حالا اینجا رو گوش کن. یارو رو کردم تو اتاق، گفتم دوست عزیز این اتاق یه تلویزیونم گذاشتم اونجا، از 3 طبقه انداختم کولم آوردم تو اتاق که دارم میگم اتاق بزرگ مشتی دلواز، همون دستشویی توش تلویزیونم آوردم بالا گذاشتم، به جین و ماریا هم گفتم هرچی میخواد سریع براش ببرید گشنش شد اینا 4 تا وسیله ورزشیش هم کشمشاش اون ورزش هم میخواد بکنی همینجا بکن، فقط دم کنسرتی ها به کسی نزدیک نشد. دوباره اومدم و نذاشتم اون 2-3 روز بهشی نزدیک نشد. دوباره حتر اومدم تو دیدم باز این نقطه رو نمیشه بغل کرد. گفتم چطور ممکنه این که دیگه الان به کسی نزدیک نشده دیگه زوم شدم روش. گفتم اوکی نشستم اون ورتر. بله اینم قسمت‌هایی از صحبت‌های امیر تتلو در کلاب هاوس بود و حالا میتونید نسخه کاملش رو توی یوتیوب ببینید. البته من اجازهش رو هم از تتلو توی واتساپ گرفتم که بتونیم این نسخه رو توی یوتیوب بذاریم و بتونید بشنوید که چه اتفاقاتی تو طول این چند وقته رخ داده و مرسی هم که این ویدیو رو تا انتها گوش دادید. میتونید برید توی کلاب هاوس خود امیر تتلو، فایل سیو شده، کاملش رو ببینید.